وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين. أما بعد، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک به عون الله تعالی ما درسای خود را دوام میدهیم از کتاب دروس اللغة العربیه، یعنی درسهای زبان عربی لغیر الناطقین بها، برای کسانی که با آن حرف نمیزنند. درس امروزی ما به عون الله تعالی الدرس الثالث والعشرون، یعنی درس 23. درس 23 آخران درسی می باشد از این کتاب، یعنی از قسم یکم. این درس مانند درس های گذشته به خود کلمه های نو دارد و همچنین قاعده را دارد. قاعده اساسی یا که عنوان این درس یعنی جر خوانده شدنی الممنوع من الصرف می باشد. خطا نمی کنیم اگر گوییم که مانند موضوع درسی گذشته می باشد، یعنی الممنوع من الصرف، زیرا این همچون پر کننده و دوامی الممنوع من الصرف می باشد. نه، برای چی گفتیم در حالت جر خوانده شدنی الممنوع من الصرف رفع و نصب نگفتیم؟ زیرا رفع و نصب مانند دیگر قاعده های گذشته، اسم های گذشته مرفوع می شود با ضمه و منصوب می شود با فتحه، فقط یعنی فرق در حالت جر می باشد. برای همین خیال کردم که مصنف این را در آخر کتاب ذکر کرده است. الكلمات الجديدة للدرس الثالث والعشرين، كلمة های نو برای درس 23. دقیقه، دقیقه، دقائق جمع می شود، این را جمع تکسیر می گویند و این الممنوع من الصرف است. فيه علة واحده، یک تا علت دارد و همان کدام است؟ صیغه منتهى الجموع. اخضر، سبز جمعش خضر، احمر، سرخ، حمر چی میشد؟ جمع می شود. پاکستان، پاکستان. مکه، مکه. متى، کی، کدام وقت. بعداً نام شهر از شهرهای مملکت عربستان سعودی، آن را یعنی که از تمامی دشمن ها محافظت کند، بالخصوص از دشمنانی که از طرف رافضی ها می باشند. نه، جده، طرز خواندن جده گفته است که جده هم می شود، جده هم می شود، جده هم می شود. الدرس الثالث والعشرون، درس 23. المدرس، مدرس می پرسد نفر را که من انت یا اخی گفته. من انت یا اخی، ای برادرم تو کیستی؟
وی برادر که به نام احمد بوده است در جواب می فرماید که انا طالب جدید، من دانشجوی نوم. المدرس ما اسمک، نام تو چیست؟ احمد در جواب می فرماید که اسمی احمد، نام من احمد است. این برای ما، برای صاحب گویم کتاب معین که بود احمد نویس، اکنون برای مدرس معین شد که نامش احمد بود است. خیلی است. در اینجا احمد الممنوع من الصرف است طبق قاعده درس گذشته. چند تا علت دارد گفته پرسن چی میگوید؟ چند تا؟ نعم علتان فيه، علتان، دو تا علت داشته. یکم علتی اساسیش چی بوده است؟ احسنت، العلمية. الثانية وزن الفعل. احسنت، بارك الله فيكم جميعا. المدرس من أين أنت؟ تو از کجا میشی؟ تو از کجا هستی؟ تو کجایی هستی؟ احمد در جواب میفرماید که انا من پاکستان، من از پاکستانم. استان اینا کلمه های به فکرم جای را در نظر داشتم، جایی پاک. نه گرچنده که حالا پاک گفتن او خطا است. انا من پاکستان، در اینجا قاعده سر شد، قاعده سر شد در اینجا که پاکستان الممنوع من الصرف است، فيه علتان، العلمية والعجمة. العلمية والعجمة مجرور بمن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. خب برای همین درباره کسره و فتحه و الممنوع من الصرف مجرورات گفتن ما در کار است. اساساً اسم را با 4 چیز شناخته می شود. اسم را با 4 چیز شناخته می شود. خب یکی از اونها چیه؟ کی میگوید؟ فالاسم یعرف بالخفض. اسم را با خفض یعنی که با جر شناخته می شود و تنوین و با تنوین شناخته می شود با داخل شدن الف لام و با داخل شدن حرفای خفض. برای ما اعظم چیزی در کارش که موضوع درس ما با تعلق دارد این خفض می باشد و حرفای خفض می باشد. خفض و حرفای خفض. خب علامت اساس خفض گفته اصلا جر را میگویند. جر یعنی که ردیت نپدیج. علامت اصلی برای ردیت نپدیج این کسره می باشد. کسره می باشد. همین کسره را عوض می کند فتحه وقتی که اسم چی باشد؟ الممنوع من صرف باشد. الممنوع من صرف باشد. برای همین در باب محفوظات میگویند که علامت جر 3 چیز می باشد. ردیت نپدیج 3 تا علامت دارد. الکسرة والیاء والفتحه. کسره می باشد که این علامت اصلی است و یا می شود این فرعی است. فتحه هم می شود این فرعی است. درباره یا صحبت نمی کنیم، درباره فتحه میگیم که اینجا پاکستانه آمده است. گفته است که الفتحه و تکون علامة للخافض. فتحه علامتی جر می شود. وقتی جر می شود گفتیم ما 3 چیز فهمیدن ما در کار است. برای چی جر شده است؟ یا از این پیش یکم حرف جر آمدگی است، هم خیلی است، یا که از این پیش چی آمده است؟ مضاف آمدگی است که مضاف الیه شده مجرور شده ایستاده است، یا که بالتبعیه یا که تابع شده ایستاده است. از این پیش چیز گذشته است که این یا نعت شده ایستاده است یا عطف شده ایستاده است یا چی تاکید شده ایستاده است یا که بدل شده ایستاده است. در توابع 4 چیز داخل می شود، نه؟ النعت والعطف و چی و التوکید و البدل. نعم.
خب اکنون فتحه علامتی جر می شود فی الاسم الذی لا ینصرف، در اسمی که آخرش تنوین قبول نمی کند. ای الذی لا یقبل تنوین ولا الکسره، هر اسمی که قابل تنوین و گویم قابل کسره نمی باشد و هر الممنوع من الصرف می گویند. فهمیدید؟ الممنوع من الصرف می گویند. نه برای همین بارک الله فیکم المخفوضات یعنی هر اسمی که جر می شود مخفوض به حرف من حروف الجر می شود، جر شدگی است یا به طفیل یگان حرفی از حرفای جر مانندی من پاکستان، یا که مخفوض بالمضاف، یا که این مخفوض شده است به سببی که از وی پیش ذکر شده آمدگی اسم مضاف است، ممکن آید در پایان. سیوم تابع للمخفوض، هر اسمی که تابع مخفوض شده است، یعنی که پیروی از اسمی جر شده است. همون اسمی جر شده اصل می باشد، این باشد تابع می شود. وقتی که اصل که شد یا که به حرف جر شدگی است یا که به مضاف. نه حرفای جر خیلی بسیار هستند. مثال اسمی که به حرف جر و ایرا جر خوانده می شود، مثلا صاحب الفیه گفته است که هاک حروف الجر وحی من اله، هاک حروف الجر وحی من اله، یعنی بگیر حرفای جر را که آنها چنین می باشند من اله حتی خلا حاشا عدا فی عن علا، حتی خلا حاشا عدا فی عن علا، اینا هم حرفای جر گفته است. با تکرار میکنم، گفته صاحب الفیه الله نصیب کند خواندن الفیه بر هاک حروف الجر وحی من اله حتی خلا حاشا عدا فی عن علا، منذ رب اللام کی واو وتا والکاف والباء ولعل ومتا، اینا حرفای جر است. مهم چی گفت؟ گفت است که انا من پاکستان، من از پاکستانم. المدرس عندي 7 دفاتر، در نزد من 7 دفتر است. در اینجا برای چی؟ اگر پرسن که چرا در اینجا 7 رفع شد، به هر یک سوال باید که ما جواب داده توانیم. برای چی؟ یعنی این 7 شد، 7 نشد. میگید که این مرفوع است، مرفوع است. دیده ایستادیم که مرفوع است. خب برای خاطر آن که مرفوع بودن این را فهمیم، ما باید که به 7 بند، به 7 پونکت باید که شناس باشیم. فهمیدید؟ دیدن در کار یا که فاعل است، یا که المفعول الذي لم يسمى فاعله است، یا مبتدا شده ایستاده است، یا خبری مبتدا شده است، یا که اسم کان و اخواتش، یا که خبر ان و اخواتش، یا که تابعه. یعنی وقتی که ما تابع گفتیم یا نعت شده ایستاده است، یا که مثال عطف شده ایستاده است. خب اینا با در نوبت خود مثال گیریم نعتی سببی می شود، نعتی حقیقی می شود، این باب خودش دارد. عطف که شد این عطفی بیان می شود، عطفی نسق می شود، اینا انشاءالله میگذاریم بعداً. و یا که تاکید شده ایستاده است، تاکید هم در نوبت خود به چند قسم تقسیم می شود. نه مهم در اینجا چی شده ایستاده است؟ فاعل نیست، زیرا فاعل می بود اگر ما قاعده فاعل می دانیم که الفاعل هو الاسم المرفوع المذکور قبله فعله، این خیل نیست. نایب فاعل هم عیناً همه خیل می باشد. والاسم المرفوع المذکور قبله
فعله فقط مغیر الصیغه می باشد. تمام. اینم نیست. مبتدا باشد، مبتدا بودنش ممکن است. خب مبتدا است. وظیفه مبتدا اساساً پیش آمدن بود. در بعض حالت ها مبتدا مؤخر می شود. یکی از اما حالت ها اگر بینیم که پیش از وی جار و مجرور آمدگی باشد، جار و مجرور مقدم می شود، یا که ظرف آمدگی باشد. در اینجا ظرف آمده است. فهمیدید؟ همین عندی خودش ظرف زمان، ظرف مکان شده، مضاف شده ایستاد است به یای متکلم، مضاف الیه. خب این ظرف شبه جمله می شود. شبه جمله شده فی محل رفع چی میگن؟ خبر مقدم. خبر مقدم معلوم میشه است که سبعه مبتدا چی شده است؟ مؤخر، مبتدای دیر کرده، مبتدای دیر شده. فهمیدیم برای چی سبعه شده. با سوال میدهند که چرا در اینجا سبعه مؤنث آمده است؟ در جواب چی میگویم؟ لأن المعدود مذکر، چون که معدود، مراد از معدود چیه؟ دفاتر. بس گویند که آخه دفاتر این چگونه جمع است؟ چی میگوید؟ میگید که جمعی تکسیر است. همه خیلی است. بعد پرسند که جمعی تکسیر باشد این مذکر است، عاقل است یا که برای غیر عاقل؟ میگید که برای غیر عاقل دفاتر. بس گویند که مادامی که این برای غیر عاقل باشد، ما گفتیم که جمع مؤنثی، جمع غیر عاقل را معامله کرده می شود همچون مفرده مؤنثه. همه خیلی است. بس چرا در اینجا یعنی که میگید که معدود مذکر است؟ ما گفتیم که اگر جمع غیر عاقل باشد و همچون مؤنثی مفرده معامله کرده می شود همراهش. بس میگید که نه، در باب عدد و معدود ما اعتبار به مفردش میکنیم. فهمیده؟ وای سخنی که گفته ایستادیم وای سخن حق است، راست است. وای فقط اگر ما اشاره به جمع کردن شویم، مثلا میگیم که این دفترها از آنی کستن، هذه دفاتر میگیم، هذه دفاتر، تلک دفاتر میگیم. اما در باب عدد و معدود را مذکر و مؤنث بودنش را برای مشخص کردن، معین کردن اعتبار به مفردش میکنیم که مفرد او، شکل تنهای او مذکر بود یا مؤنث. فهمیدیم؟ بارک الله فیکم. اگر نه جواب شما جواب درست است. کسی سوال دادنش ممکن است همین طور. نه. فهمیدیم که مؤنث آمدن عدد به خاطر مذکر آمدن معدود است. برای چی دفاتر جمع شده است؟ ما گفتیم که عدد اگر از 3 تا 10 باشد معدودش را چی همچون جمع ذکر کرده می شود. سوال بس جمع باشد حالتش چی خیلی است؟ مرفوع می شود، منصوب می شود، مجرور می شود. میگید که نه، چی میشه؟ جمع مجرور. سببش چیست؟ لانه مضاف الیه، چون که همه عدد به معدود مضاف الیه شده ایستادین هر دویشون. معلوم شد که دفاتر این مضاف الیه مجرور بالمضاف و علامت جره الفتحه شد. فقط در اینجا باید که الکسر میشد. در اینجا الفتحه به خاطر آن شده ایستاده است که لانه یکیم الفتحه نیابتا عن الکسر، بجای کسر فتحه آمد. لانه اسم ممنوع من الصرف، دفاتر اسمی ممنوع من الصرف می باشد. کجاش فهمیدیم؟ فیه علت واحده، یک تا علت دارد. صیغه منتهى الجموع، صیغه منتهای جمع. نشانش یعنی بعد الف التکسیر حرفان، بعد الف شکسته 2 حرف رو دیده می شود. دفاتر. نه. لمن هی وای ها از اونی کستن. دیدید اکنون این وای ها گفته اشاره کسده. وای ها از اونی کستن
در اینجا اشاره به جمع کرده ایستاده است. لیمن هیه هو نگفت، زیرا که در باب عدد و معدود اعتبار به مفرد است، اما در دیگر باب ها اعتبار به همون جمعش کرده می شود. نعم. عباس يقول هات يا أستاذ، با لحجه شما چی میگم که من ای استاذم، بیا با من بده ای استاذ، هذا لی. و این دفترها را 7 دفتر عباس در دستش گرفته، دفتر خودش را یافته، میگوید که هذا لی، این از آن من است، این دفتر از آن من است، و هذا لی محمدین، و این از آن محمد است. نگاه کنید در اینجا وقتی که ما لی گفتیم اعراب چی؟ تقدیری شده ایستاده است، تقدیری میشه، چون که یا متکلم آخر محلی شده ایستاده، محلی شده ایستاده است، لام حرف جر یا متکلم مبنی علی السکون فی محلی جر. و هذا لی محمدین، در اینجا محمد مجرور شده ایستاده است به حرف و علامت جر کسرة ظاهره، اینجا علامت جر کسری ظاهری شده ایستاده. و هذا لی حامدین، این از آن حامد است. و هذا لی ابراهیم، در اینجا اکن لام ابراهیم جر کردن نتوانست، نگاه کنید ابراهیم با قوتش، حالا که حرف جر دنیا آخرت جر میکنه، تو ابراهیم نتوانست. فهمیده؟ اگر پرسن که حرف جر میگویند که دنیا و آخرت جر کردن میتواند، بس چرا ابراهیم را جر کردن نتوانست؟ دلیل چیست؟ من میگید که آخر مثلا فی الدنیا والآخرتی میگویند، فی الدنیا والآخرتی، هم خیلی فی حرف جر دنیا را جر کرد و علامت جره کسرتون مقدره والآخرتی مجرور. ابراهیم در اینجا ابراهیم الممنوع من الصرف است و علامت جره الفتحة نیابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف فيه علة العلمية والعجمة. و هذا لعثمان، و این از آن عثمان است، عثمان هم مجرور باللام و علامت جره الفتحة نیابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف فيه علتان العلمية والألف والنون الزائدتان. و هذا ليوسف، و این از آن یوسف است، یعنی که علت یوسف مانند علت ابراهیم است. نعم. و هذا لطلحة، و این از آن طلحه است، که میگوید به خاطر چی طلحه یعنی که الممنوع من الصرف شد؟ یکم علتش چیست؟ العلمیه، دویمش چی؟ التأنیث. احسنت، مؤنث می باشد. المدرس هذا کتابک یا محمد، ای محمد آیا این کتابی تو هست؟ این کتابی توست؟ محمد در جواب می فرماد که لا هذا کتاب حمزه، نه این کتابی حمزه هست. در اینجا حمزه مجرور بالمضاف و علامت جره الفتحة نیابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. این علی یا اخوان، ای برادرها علی در کجا است؟ در اینجا اخوانو اعرابش چی است؟ کی می فرماید؟ منادا است. وقتی که منادا که شد اسم مرفوع میشه و یا که منصوب یا مجرور مرفوع میشه و با کی میفرماید؟ با یگون کسی رأی خود را پیشنهاد کرده میتواند برای تقویه دادن برادر ما مرفوع میگویند. خطا است. بارک الله فیکم. مرفوع نمیشود، نه مرفوع میشود، نه منصوب میشود، نه مجرور. در اینجا این مبنی علی الضمه، صح؟ بارک الله فیک. این مبنی علی الضمه باشد. علتش چیست؟ علتش چیست؟
نه 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 إلا تشكيل أصلا سهل مبني يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب إخوان منادى مبني على الضم لأنه مفرد بوشي دوامش يوكي مثال مش حرف مفرد لفتن لأنه نكرة مقصودة نكرة مقصودة يوكي نكرة مقصودة نعم در دو حالات يعني كي مبني مشود گفتیم که بارك الله فيكم وقتی که مفردی علم باشد یا که نکره مقصوده باشد حامد ذهب الى الرياض یعنی علی به کجا رفت ای برادرها و به ریاض رفت و این یعقوب و یعقوب در کجاست حامد یجیب ذهب الى مکه به مکه رفت این اسحاق اسحاق در کجاست خرج الى المدير بسوی مدیر برآمده رفت متى خرج کی برآمد خرج قبل 5 دقائق یعنی 5 دقیقه پیش برآمد محمد در جواب چنین فرموده است همین قدر درس تمارين مشقها الكلمات الجديدة للدرس 22 كلمة هاي النو براي للدرس الثالث باید باشه خلال للدرس 23 يعني كلمة هاي النو براي درس 23 نعم دقيقة شكل تنها را می نویسد دقائق شکل جمع را می نویسد بعدا معنای شکل تنها را با زبان خود ترجمه می کنید می نویسید تمارین مشقا تأمل الامثله الاتیه مثال های زیرین را اندیشه بکن محمد مرفوع و علامت یکی مثل مرفوع میگید من محمد الى محمد لمحمد کتاب محمد در اینجا هر جا که محمد ذکر شد مجرور می شود مجرور شدن آن یا به حرف جر آمده ایستاده است یا که به مضاف اما زینبو که این الممنوع من الصرف می باشد دو تا علت دارد العلمیت و التأنیث من زینب الى زینب لزینب کتاب زینب بینید در دو حالتی که در اون دو حالت باید جر خوانده میشد یک خیل با فتحه آمده ایستاده است فقط سبب جر شدنش فرق دارد مجرور بحرف الجر یا که مجرور بالمضاف فقط علامت یک خیل است و علامت جره الفتحه نیابه عن الکسره فتحه به جای کسره آمده ایستاده است علتش چیست میگه که لانه ممنوع من الصرف چون که اسمی مانع از صرف می باشه مانع از تنوین می باشد یا که اینه در زبان روسی دوخ پدیج می گویم فیه علتان گفته با علتش ذکر میکنه بعدا الثانی دویم گفته است که اقرأ وقت بخوان و بنویس و ترجمه بکن در اینجا چند مثال ها ذکر میکند تقریبا 20 جمله ذکر میکند گفته است که هذا الكتاب لمحمد و ذلك لزینب این کتاب از آن محمد است و آن از آن زینب است همه خیلی است اگر شما رو پرسند که اعراب الکتابو گفتید مرفوعش خوانده است برای چی الکتابو شد چی میگوید چی مضاف نه میگم برای چی بدل شده است که بدل است من نگفتم که اعرابش چیه خودم اعرابش خوندم که هذا الكتاب چرا الكتاب شد یه تیز از یادتون برآمده است لانه بدل شده است و هذا الكتاب قبل محمد جور مجرور خبر شده است خبر مفرد است یا که غیر مفرد مفرد شما چی میگید خبر مفرد
را برای فهمیدن در بابی مبتدا خبر اول باید غیر مفرد را فهمیدن ما در کار است. غیر مفرد آن است که عبارت از دو نمود جمله، یا که شبه جمله یا که جمله کامل، یا که جمله فعلی می باشه یا که جمله اسمیه، یا که جمله شبه جمله یا که عبارت از مضاف الیه می باشه، چی از ظرف می باشه یا که جار و مجرور. در اینجا جار و مجرور آمده است، معلوم شده که شبه جمله بوده است. شبه جمله که شد خبر غیر مفرد میشده است. نعم، همین را یعنی هر کدامش را می نویسید در پایان و آن را ترجمه میکنید. الثالث مشق سيوم اقرأ الكلمات الآتية. كلمة زيرين را بخوان واكتبها مع ضبط أواخرها وآنها را با حرکت آخرشان قراءت بکن. آمینة مرفوع من آمینة مجرور لأحمد احمد عثمان من باکستان، یعنی که اسمهای الممنوع من الصرف را در حالت جر چگونه خواندنشان را تلفظ کردنشان را یاد داده ایستاده است. الرابع چهارم اكتب الاعداد من الثلاثة الى العشرة واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها. عددها را از 3 تا به 10 بنویس و هر کلمه های زیرین را برای آنها همچون معدود قرار بده. مثلا 3 4 5 6 الی آخره در برابر هر کدامش بعد میگویی که 3 تا مسجد، 4 تا مهمانخانه، 5 تا روی مالچه، 6 تا کلید، 7 برادر. همه خیلی است باشین. خب رفیق گفته است 8 تا رفیق، 9 تا کرسی، بعد 10 هم میشود است که 10 هم ذکر نکرده، بعد 10 تای دیگه یک چیز دیگه. ما هم خیلی می نویسید. هم خیلی الاسئله سوال ها. اذكر 3 امثله للاسم غیر المنصرف رفعا و نصبا و جرا. فقط از شما درخواست کرده است که 3 مثال نویس برای اسم الممنوع من الصرف در 3 حالت باشه. یک الممنوع من الصرف نویسید که در حالت رفع باشد، دیگری در حالت نصب باشد، دیگری در حالت جر باشد. به همین کتاب 1 به آخر رسید. از الله سبحانه و تعالی مسئله داریم که هر چی که خواندیم به خاطر فهمیدن کتاب الله و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق فهمش سلف صالح، که سلف صالح ما و شما یعنی که عرب بودن. به همین خاطر ما زبان عربی را بارک الله فیکم خواندیم و این بهترین زبان است، گرچند که این سخن به محلگرا و ملتچی ها معقول نشود، زیرا این اختیار الله است. اختیار الله است. این زبان را الله سبحانه و تعالی اختیار کرد و به همین زبان کتاب مقدسش را نازل کرد. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هر آینه ما قرآن را با زبان عربی نازل کردیم گفت تا شما بفهمید. معلوم میشد است که یگانه راه برای فهمیدن کتاب الله همچنین سنت پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم، این کتاب و سنت از یکدیگر جدا نمیشوند، چه باید که انسان با زبان عربی شناس باشد. بارک الله فیکم. گفتنی هستم که هر چی که خواندیم الله سبحانه و تعالی آن را ثابت گرداند در قلب‌های ما، در ذهن‌های ما. بارک الله فیکم. و برای ما توفیق و رشد و هدایت عطا فرماید تا و در وقت‌های ما و شما یعنی که برکت را نصیب دار کند که چه کتاب دوم را نیز ان شاء الله شروع کنیم. به همین بارک الله فیکم هفته آینده کتاب 2 را سر میکنیم. تا هفته آینده را تا روز شنبه می آمدگی را ان شاء الله مراجعه میکنیدون. یگون جای نافهما که شد خلال اینترنتی، به طریق اینترنتی کسانی که در به این طریق استفاده میبرند از این درس ها میتونن پرسن
و کسانی که در مجلس حضور دارن میتوانند هر ساعت و هر وقت و هر لحظه سوال بکنند. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.